مهماندار هستیم با جناب محمد منیب الله عزیزی، مدرس علوم اسلامی و همچنان جوان مستعد. ما هم کلام میشیم در رابطه با تربیت انسان و نقش آن در جامعه صحبت داشته می باشیم. سلام، خسته نباشین، صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و خدمت همکارای گرامی و تمام بیننده های عزیز تلویزیون ملی. علیکم سلام، بخیر باشین. منیب جان، میخوایم در رابطه با تربیت سالم انسان همچنان صحبت داشته باشیم و نقش آن در جامعه. اول خب میایم روی تربیت، چقدر انسان به تربیت نیازمند است که تربیت شود، چقدر ارزش داره، اهمیت داره؟ بله، وقتی که بحث تربیت انسان و اثرش در جامعه مطرح میشه، قسمت خیلی اساسی می است که ما و شما قبل از اینکه به اصل انسانیت بگردیم و به تربیت از او بپردازیم، این به خاطر از اینکه مبرمیت موضوع روشن بکنه مهم است که اشاره کنیم که در حقیقت جامعه‌ای که معمولا مردم از گله می داشته باشند و شکایت می داشته باشند تشکیل شده از مجموعه از انسان ها، به این معنی که به هر اندازه‌ای که امی پرزجات تشکیل دهنده ماشین به نام جامعه سلیم باشند، ماشین به نام جامعه سلیم می باشه، دستگاه به نام جامعه سلیم می باشه. خیلی خوب، ادامه میتونید سخن را؟ پس چون این پرزجات خیلی اساسی هستند، به خاطر بحث تربیت هم خیلی اساسی است. و اینکه چگونگی تربیت باز بحث نسبتا. بسیار خوب. ما تعریف‌های مختلف از انسان داشتیم که انسان موجود اجتماعی است و بعضی تعریف‌های دیگه. تعریف شما از انسان چیست؟ بله، انسان در حقیقت گل و سرسبد مخلوقات است، خلیفه خدای متعال در روی زمین است و بهترین موجودات و استثنایی ترین موجودات در روی زمین است. درست. انسان در حقیقت از انس گرفته شده که اسم مبالغه می باشه. انسان خودش مشتق از انس است که معنای محبت و الفت است، به این معنی که به هر اندازه‌ای که با هر چیز در تماس باشه مخالفت و محبتش بیشتر میشه. این برمیگرده به این که به هر اندازه‌ای که این پیام، این کلام، این ارتباط و این ذکر یاد از خدا باشه، به اون اندازه الفت هم با خدا ایجاد میشه. خیلی خوب. منیب جان، در تربیت انسان کیها بیشتر نقش دارن؟ بله، وقتی که بحث تربیت انسان مطرح میشه، قسمت اساسی و اول و ابتدایی بحث فامیل و ابوین است که بالاترین نقش اونا می داشته باشن. یعنی گفتار و کردار که اونا در بود تربیت انسان به انسان مطرح میکنن در حقیقت مثل نقشی است که بر روی سنگ کشیده شده که هرگز پس دوباره پس عدم نداره. به این معنی که اولین مدرسه آغوش ابوین است. بعد از آغوش ابوین اجتماع و آنچه که اصل کسب جهان بینی و اندیشه هاست باعث میشه که شخصیت انسان ها را تشکیل بده. خیلی خوب. جامعه از کدام طریقه ها انسان را میتونه منحرف بسازه یا هم به یک جهت‌دهی بکنه یا مسیردهی بکنه؟ راستش مثل که من در شروع صحبت مقدمتا اشاره کردم، جامعه اصلا متشکل شده از انسان هاست. بر اندازه که انسان ها صاحب جانبینی و اندیشه والا باشن، در حقیقت اینا جامعه را مسیر میتن. جامعه یا فضا مثل که پیش عام مردم مطرح است نمیتونه انسان منحرف یا به اصطلاح به صلاح بکشونه. چون وقتی که ما جامعه میگیم، یکی بحث ظواهر جامعه است، یکی اصل حقیقت جامعه است که بنیاد جامعه را می بحث انسان تشکیل میده. پس انسانای تربیت شده در حقیقت مسیر جامعه را روشن میکنن. وقتی که اندیشه را اشاره کردم، اندیشه دو ارزشمندی اساسی داره. وقتی که ما اسلام میگیم، اسلام دین کامل و یک اندیشه الهی و آسمانی است و یک اندیشه کامل است. او دو ارزشمندی اساسی اندیشه ای است که یکی شخصیت و کردار و گفتار فردی یک فرد تشکیل میده. هرگاه اندیشه سالم باشه، به ایمان که گفتار و کرداری فردم سالم است. و بود دیگه چیزی است که در جامعه دعوت و به اصطلاح کار و فعالیت که از طرف این فرد صاحب اندیشه صورت میگیره، او هم برای اندیشه صورت میگیره. پس هر اندیشه ها در افراد سالم باشه، افراد در جامعه ها دعوت، کار و کردار و گفتار سالم می داشته باشند. به این معنی که انسان میتونه جامعه را مسیر بده. خیلی خوب. تحصیلات پدر، مادر یا کسی که در اصل قرار داره چقدر اثرگذار است بالای تربیت فرزندان یا بالای تربیت اجزایی که زیر دست می باشند؟ بله، در مورد انسان و اینکه چقدر ابوین یا پدر و مادر یا تحصیلاتشان میتونه تاثیرگذار باشه، باز برمیگرده به اینکه اصلا انسان در مجموع وقتی که بحث تربیتش مطرح میشه، دو قسمت باید اشاره بکنیم. مثلا انسان تربیت یافته کیست؟ انسان تربیت یافته کسی است که بعد از اینکه به مراحل طفولیت و امیر رقم مراهقه و تا به آخر میرسه، در طول از این مراحل در پی کسب دو بود باشه، یک تعهد، دو تخصص. به هر اندازه که تعهد و تخصص در ابوین یا پدر و مادر رونما باشه، به اون اندازه میتونه که فرزندان از خود متاثر بسازن. هر اندازه که قلت وجود داشته باشه، او قلت امی کاستی در فرزندان هم به وجود میاره. پس به این معنا که هرگاه میخوایم که انسان ها واقعا در جامعه نقش خوب بازی بکنن، این انسان های تربیت شده باشن، باید علم معاش خوب بدانن و علم معاده به نیکویی به کار ببندن که مو بحث تعهد و تخصص مطرح میشه. خیلی خوب. تربیت سالم دارای کدام ویژگی‌ها میتونه باشه؟ تربیت سالم از شروع فرزندان در خانوادهشان، امی رقم بعد در جامعه و امی رقم دیگه ابعاد مختلفه جامعه، از او قسمت شروع میشه که در حقیقت هرگاه جانبینی افراد سالم شکل گرفته باشه و یک جانبینی دقیق در ذهن و در قلبشان جا داشته باشه، برای تی جانبینی نمیتونن که ابعاد و تبعات مختلف زندگی را مدیریت بکنن.
به این معنا که ابعاد سیاسی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی جوامع هم هر وقت اینا رقم میزنن. پس بحث تربیت در انسان و عوامل تربیت در انسان هرگاه درست توجه شود میتونه که اثراتش در ابعاد متفاوت زندگی دیده شود. خیلی خوب. نقش انسان در جامعه چقدر میتونه ارزش داشته باشه؟ چه نقشی را بازی میکنه؟ خود انسان تفکیک داره باز انسان ها نسبت به اینکه تربیت خوب شده باشه یا تربیت ضعیف شده باشه؟ اساسی ترین بحث در بود تربیت انسان است که از دید بینش اسلامی جامعه ها وقت به فلاح میرسند که انسان های سلیم داشته باشند. خدای متعال در قرآن کریم که قرآن کریم من حیث کتاب انسان ساز و انسان تربیت کننده و جامعه ساز است، در قرآن کریم مهربانی میکنه، میگه اگر میخواین که جامعه ساخته شود شما رو دو فرمول میتم و شما دو مسیر نشان میتم. یک، خدای متعال در سوره رد داره 11 مهربانی میکنه، میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. میگه خدای متعال به حال اقوام و سرنوشت مردم ها تغییر ایجاد نمیکنه تا که فردن اینا تربیت نشن و خود تغییر ایجاد نکنن. پس به این معنی که بحث تربیت انسان خیلی نقش اساسی به جامعه داره. باز اگر که ایره من حیث یک فرمول بنیادین و زمانگیر فرض بکنیم، فرمول عاجل که خدای متعال، فرمول انقلابی که خدای متعال میته، خدای متعال در سوره نساء 58 مهربانی میکنه، میگه خدای پاک به شما امر میکنه که اگر احیانا شما میخواین که زودتر به نتیجه برسین و کارتون خوبتر نتیجه بده، جامعه هایتان مسیر رونق و ترقی بگیره، میگه کسایی که در رأس زحمت ها قرار دارن اونها اهل باشن. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. خدای پاک امر میکنه، فرمان میده که امانت باید کسی بگیره که اهلش باشه. درست. از دید جانبین اسلامی بالاترین و بزرگترین امانت زحمت است. خیلی خوب. خیلی خوب. تا یک سن مربوط به پدر مادر، تا یک سن مربوط به اساتید بزرگوار که در مکتب یا مدرسین ما می باشه، در هر جایی که هستن تربیت انسان بر میخوره و اما بنایش پدر مادر میگذاره که میگم خشت اول گر نهد میمار کش تا ثریا میرود دیوار کش. یک حصه از زندگی ما، یک حصه عظیمش مربوط به خود شخص میشه. با کدام روش ها میتونیم تقویت سازی بکنیم تربیت سالم خود را؟ تربیت سالم فرد با مطالعه و تحقیق در مورد چگونگی موقف گیری های دقیق در مورد 5 موضوع شکل میگیره. به این معنی که هرگاه یک فرد میخواد که عوامل را پیگیری بکنه که بتونه تربیت سالم شه و به اصطلاح دیگه رشد داشته باشه، در مورد 5 بحث باید تحقیق داشته باشه، مطالعه و فعالیت داشته باشه تا که در اون مورد واقف شوه. بحث خالق، بحث هستی، بحث جامعه، بحث تاریخ و بحث خود انسان. پس هرگاه فرد میخواد که الگوی خوب تربیتی داشته باشه باید الگوهای را انتخاب بکنه، مسیر و صحبت و بحث و سمینار و تحقیق را انتخاب بکنه که با مرور زمان ولو تدریجاً باشه اما در نهایت ایره به شناخت کامل، دقیق، همه جانبه، علمی و منطقی و قرآنی از این 5 مسئله برسانه. در این صورت انسان میتونه که در قسمت تربیت خودش و رشد شخصیت و ابعاد مختلف ظرفیت خودش نقش بازی کرده باشه. خیلی خوب. خیلی سپاسگزار هستم از حضورتان محمد منیب جان، ای که حضور یافتن در رابطه با موضوع خیلی خوب که تربیت انسان و نقش آن در جامعه صحبتایی داشتیم. پیام شما رو داشتم میباشیم. تشکر از شما. پیام ما به تمام عزیزا و تمام مخاطبین گرامی می است که خداوند متعال هرگاه بر ما فرصت داده، که فرصت عبارت است اگر قدرت، ثروت یا حداقل فرصت باشه، او را در راستای ادای مسئولیت خود استفاده بکنیم و ادای مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خود را هیچ وقت فراموش نکنیم که این رسالت‌ها اگر که ادا بکنیم افتخار است و اگر خدای نخواسته از این به اصطلاح شانه برکشیم باعث ذلت ما میشه. خیلی سپاسگزار هستم از حضورتان. موفق باشین. تشکر. بخیر باشین. تشکر از شما.